آنا گفتن نمونه تو از او آدمایش هستی. تو فکر کن تو از او آدمایش هستی که با کل عالم گفتی که من در خانه امن آورده، من برازی کارخانه میتم، من اتو میکنم در حالی که تو یک انسان بی‌غیرت هستی که من را از فامیلم جدا کردی. اوکی، من را از فامیلم جدا کردی، پیسه او تل تو به من ندادی، خانه دانه تگایم اونجا. من ثبوت دارم مثلا جان، تو رفتی از رفیقت قرض کردی. خب تو از رفیقت قرض کردی، قرض از اون مسکینه تو امروز تو ندادی. باز من در کرایخانه که آمدیم شکر خدا، اگه من بگم که من دروغ میگم، امی استیتمنت بانکی من دروغ نمیگه. خب اینجا من کلش از من نشان میده که ما چقدر به خاطر رنت پی کردیم از روز اول که آمدیم، از کدام تاریخ. کل گپای دروغ است عزیز دل. کوشش نکن که بای دروغای مرا بد بکشی. من اگه بدم باشم به تو چیز نمیرسه. فهمیدی؟ گینیم کل مردم مثل که این امیال من بسیار کامنتار میبینم، مردم مرا دم میزنن، مردم مرا بسیار گپای خراب میگه که چی من مردم اما چیز کم میشه. نه، من زندگی مکده رو ایستم، هیچ بر من مهم نیست. گپ مردم گفته یگان تا مردم ما خوشو کرده تو یک مردم است که از خود دیده ندارن. خب اصلا منطق ندارن. یکی که خوبم باشه میرن تو ذره او رو سعی میکنن که از او یک نقطه خراب یافت کنن، باز میاین او رو به کل عالم تانه میتن. اولش که مقصد متوجه باش که امروی چی رقم آدم خودم میزنی، یگان تا به خدایش بسیار نزدیک می باشه. ضرور نیست که یک آدم 24 ساعت 5 وقت 8 وقت نماز بخونه بخیزه سر. اصلا این گپا مهم نیست. تو که در دلت پاک نباشی، یعنی تو که 100 شب تا صبح نمازم بخونی و نماز تو قبول نمیشه. فهمیدی؟ تو بیشی برازی فکر کو که به خاطر تو من چقدر بیاب شدم. من فکر کو تو به کل عالم گفتی که ما چه ما کار میکردیم. نه، من چه این بخیر گنگ شدم از بس که تو آدم گنگ سو گل میکنی. یعنی کل عالم گفتی که من برازی خرچی ازیره میتونم، در حالی که من 3.5 سال پیش تو هیچ گم نداشتی. میفهمی؟ هیچ چیز نداشتی. بر من یک تا نفر دیگه بود. ما امروی تو بودم، ما شب تا صبح اگه یادت باشه ما اوبر میکردیم، ما چم دوردشت میکردیم، چی میکردیم، بزرم صبح پشت شکلش نیشه میکردیم. یا زندگی ما تو اینی بود. تو به من نشه کردن یاد دادی، تو به من کدام کار خوب یاد ندادی، تو به من یاد دادی که من چی رقم از جانم عکس بگیرم، تو به من اینی کارا رو یاد دادی عزیز. تو به من کدام کار خوب یاد ندادی. کل اومدی you're tough nigga, get the fuck out. خدا هیچ کسی مثل تو بیا بیزد نکنم زمان جان که تو فعلا من اگر بگم پیش خود بگم والا اتر است مردم پشت ما تو میگه این دقیقش هم نیستم. فهمیدی؟ مردم گم میخوره. من اولا که تیک تاک میامدم هیچ کار مرا مردم ندیده بود. میامد کل کامنتای مرا میدی کشیر، کل مردم مرا داون میزد به دلیل، به خاطر دلیلای ناق. آل خو یک برشان استخوان انداختی عزیز دل، استخوان انداختی اینا خو بیلسخه یک بانه یافتن که گپ بزنن. برای من هیچ وقت گپ مردم مهم نبوده. فهمیدی؟ این گپ مردم نیست که مرا میسازه، این فکر و ذهن خودم است که مرا در یک جای میرسونه. تو امروز من اگه اشتباهم کردی فکر کو من اینال من بر تو بسیار خود قیل گرفتی، تو بسیار خود غیرتی میگیری. اینال من دانه مسیجا رو میکشم که تو امرای شاسنا من کل چیز قبول کردم. اوکی، کل چیز قبول کردم. گفتم سیس نمی کار ما کردیم، من گردن از بس که مرا خسته ساختی من گفتم اوکی کل کار ما کردیم، فقط برو از زندگی من گم شو. چی کردی؟ مرا در گروپای ناقد کردی. امرای شاسنا جان من امراش مشکل ندارم. خب خودشون میفهمن که من امراش مشکل ندارم. او را به من لایف آوردی مچم که کمر زیبوریک است، فلان است، بستلان است. تو ایت نمیشرمیه؟ تو ایت نمیشرمی که عکسای سابقه من روز اول که من امریکا مدیم در مکتب تو عکس‌ها را گرفتی و مردم رای کردی؟ من دانه اسکرین شات گرفتیم. و بچه تو بسیار کسشیر ناق میزنی، تو فقط گپ زدن یاد داری. یک آدم نیستی که فکر کو شکر خدا من بسیار شکر میکشم که خداوند میگه یک شر بخیزونه که به خیر یک بندیش باشه. من از خاطر تو اینا نیشه کل چیز ایلا کردم. من بسیار یک آدم فکر کو از خاطر تو من با خدایم بسیار دور شده بودم، پس نزدیک شدم. گپ نیست. آوردی از بس تابلت میخوری اینی میخون بینی عقلت نمیرسه. میفهمی گپ؟ هیچ نمیفهمی. یک کار میکنی عاقبت از اون کار هیچ نمیسنجی. فکر کو اومده بودی نشه بودی تابلت خورده بودی با کلگی معلوم است من عکسش کلش ما اسکرین شات کردیم. خب من آدم نیستم که من مثل زنان رو برم غو کنم. خب یا کلش نگاه کرده بودم چون میفهمیدم که یک روز تو که پس انسان هستی. وقتی که او ویدیو رو رقم کشیدی کل چیز تومت سرما کردی. من میفهمیدم که حتما او اسکرین شات ها یک روز به درد میخوره. فکر کو اسکرین شات ها رو گرفتی نشه بودی خر. یعنی چی رقم عکس رو به مردم نکشیدی؟ اونجا مردم درباره ما
تو خودت هم دم میزنن، میفهمی تو را کدام آدم خوب حساب نمیکنن، خودت در پیشوی خودت دم میزنن. خر نشستی گرفتی بعد از بعد دیگه چیزا رو روی کردی صحیح. اون فیلم ما کشیده بودم. تو گوشه کی کشید؟ تو گوشه کی کشید؟ عکس فامیلی ما را گرفتی با کل عالم روی کردی. خود چی کس از پدر مادر خود میشرمه؟ من قدر غیرت داشتم که من تا امروز مثل تو بی غیرتی نکردم که برم لایو برم یا برم به 4 تا دیگه که در 4 سر دنیا اصلا کمک از و به من چیز نمیرسه که و لایو برن یا کدام گپ دیگه باره من بزنن. اصلا از من چیز کم نمیشه و نشده. تو بر از نو میری سگ و غوغا میکنی، میخوای که نامت در کارا میکنی. نه آدم بیشرم، آدم واقعا تاسف است. میفهمی من میشرم، میگم زیر زمین درایم که کتور انسان ما بودیم، یعنی من چطور طاقت داشتیم کتور انسان بودیم. آمدی با کل عالم با کل آدم در لایف اومده نفر گپ میزنه میگه این دختر تجربه دار است. پدر نالد روزی که من امریکا آمدم من نام خدا با کلگی معلوم بودم که من چی رقم دختر بودم. فهمیدی ویدیوهای من از من تو مثلا من ویدیو گرفتن یاد نداشتم. اگر سعی یک آدم یک زرگک پیش خود عزت و آبرو داشته باشه، عزت و آبروی خور مادرش به شما این باشه، اون ویدیو رو ببینم. ویدیوهای روز اول من که من در تیک توک پست میکردم من ببینم مثلا این لپسینگ یاد نداشتم چی برسه که به او کس شیرا. من مزامل جان کوشش نکو که کدازی کارای وقتی که خواستی یعنی هم خواستی که بدنامی را سر ما پرتی گپ نیست. من 2 تا ویدیو پست کردم، یک 4 تا مردمی که از خود خور و عزت آبرو داشتن و دیدن درک کردن و ویدیو را دست به دست کردن. وقتی که اول این رقم بیاب شدی آمدی کلگی را میگی که تجربه دار بود، من چون فلان بود بستلان بود. کار نکو که من مسوجا را بکشم که باز من ثبوت کرده بکشم، من تو دانه ثبوت گپ بزنم. من تو رو بی غیرت نیستم که من کسو شیر ناخت بیاین در لایف یک 4 تا مردگه و که خود جمع کنم بشت یک دختر گپ بزنم. من آدم نشستم که من ثبوت گفته گپ میزنم، من گپ ناخت نمیزنم. اولش دوم من روز اول که امریکا آمدم اینی ویب کس مادر چیز من اینی رو نداشتم. فهمیدی تو بودی که به من ویب دادی، سیگرت دادی، تابلت دادی، ای دادی او دادی. من کدی کی میگشتم مو بدر من کی رو مشناختم در امریکا روز اول که آمدم. من آدم بودم که نه خیش داشتم نه قوم داشتم. از خاطر تو پدرنامه چی کارایی که من نکردم اول تو آمدی به مردم میگه که من تجربه دار بودم. واقعا جای تاسف است مزمل، جای تاسف است. خاندان غیرت تا اصلا نمیخوایم دانم امرای کسیب کنم. من تو را بسیار وقت پیش از زندگیم کشیدم. خب از کسایی که مثلا میخوان که واقعا از زندگی من خبر شون، از احوال زندگی، از اینکه تو چقدر انسان پست هستی، به من دیگه هیچ مهم نیست. باز من یک روز خودم لایف میایم آدم وره غیرت داشتی اینجا خانه تا زنگت میزنم گرچه من نمبر تا بلاک دارم بخاطر که انسان سگ هستی. میفهمید نمیخوای مثلا امروز دیگه هم کلام شم. تو یک انسان هستی که غیرت نداری، مثل میفهمی مثل زنور در پشت مردا پد میشی، مثل که سوالا در پشت ما پد شده بدی. اما تو یا اصلا جای تاسف است برات. اگه یک ذره غیرت داشته باشی خودت میری عزت و آبروی خودت خودت حفظ میکنی، نه که یک 4 تا لاودی دیگه را بیاری. کی را میترسونی؟ فکر کردی من در قصه مردم هستم؟ مردم است که فکر کو امروز میاین در پشت تو کس شیر میگن تو ترستی سبا روز تو در یک مقام و منزلت برسی اونمو مردم میکنیم چی رقم جمعش میکنیم کو هم یال در بغل دیگه کس است و بعد این خونه میتونه که او دختری رو میگه که حالا دیگه من در پشم تو حساب نمیکنم. خب باز دینا شب یک دونه استوری مونده همین دختر بیا یک استوری مونده که تو آل من را مشناسی. تو یک یعنی ما از اول یک بیادبی بیخی ما یک دختر فاحشه بودم مگم تو آل من را مشناسی. یعنی واقعا جای تاسف است. وقتی که من وقت تیک تاک سر میکنم اولش من تیک تاک های موانی نیست، باز میبینم با من میرسه. خب لا حبره که پشت من میگی مزمل جان واقعا تاسف میکنم. فهمیدی که تو 3 سال ممرای تور انسان هم در خانه ما آوردیم، نان او دادیمش، سگ و از دست 4 تا کنی بی غیرت انسان ها من نجاتش دادیم. تو آمدی حال که او رقم انسان ها لایف میری و چی گپایی که پشت من هم میزنی جای تاسف است. اولش خب اگه مرد هستی غیرت داری تو یک روز خانه از خانه ما 15 دقیقه دور است. فهمیدی بی غیرت انسان داریم پای 15 دقیقه دور است. اگه میخوایی که گپ به مردم واضح بسازی باز مرا خود من انت مرد باره بیار بگو دنم لایف ما میایم باز من گپ میزنم، باز من مرد و نامردش معلوم کنم کی فیلم کشید. سعیس تو خب مثل همیشه یک چهره معصوم داری. متاسفانه از خود بانه ها زیاد داری. خب بسیار به گپ زدن که بگویی
ویدیو را سر من انداختی، من قبول کردم، گفتم گپ نیست. پس آمدم امروز در تیک تاک ویدیو انداختم. کسایی که دستم مرا میشناسه کلشون میفهمن که من پس آمدم با وجودی که تو ویدیو را تو بغیرت انسان تو ویدیو را کشیدی، او را سر من انداختی، من گفتم برو سیست، من خودم کشیدیم. اوکی؟ اما دیگه روزش امروز شاسنا لایف میایی 100 گپ دیگه کسشیر دیگه تو میایی به من میزنی، حالا به مردم میگی که در بغل دیگه نفر است. یعنی جوان اگه کدام آدم کاکه هستی تو مرد نیستی، فهمیدی؟ ما تا امروز عزت و آبروی تو رو حفظ کردیم. اگه نه اگه من میال عکسای ما رو که تو به مردم روی کردی باش امروز ایواز که تو در دونه یک 4 نفر میزدی دونه یک تو رو چوب میکردی، تو امروز از وا یک جای لالهب میگفتی اوکی تو اگه مردش هستی تو یک روز بیا لایف. من اگه خودم لایف اومدم باز من امروز تو گپ میزنم، تو بغیرت انسان تو غیرت نداری که تو امروز من روبرو شوی یا امروز من آدم ور گپ بزنی، فهمیدی؟ تو از بس تابلت میخوری، تو از بس نیشه میکنی، آمدی به مردم یعنی مطلب چیز عزیز دل من فامیلم تو زدی هم فامیل خود بدنام کردی هم فامیل مرا بدنام کردی، میل شرمسار هستی. وقتی که دیدی که یک 4 تا ویدیو پست کردم او را من کدام ویدیوی بفیلتر کدام ویدیوی گونه تا پست نکرده بودم مثل خودت، اگر این میل گالری ما پر است فهمیدی که ثبوت پست کنم، تو آمدی مردم میگی که دیگه نفر در رابطه بوده، کسکش خودت که 100 تا دیگه در رابطه بودی، فکر نکن که من ثبوت ندارم. باز اگر دانو مرا واس کنی ازیام که من تو را بیام میکنم. تو امروز من عزت و آبروی حفظ کردیم، فهمیدی عزیز دل؟ کوشش نکن دیگه که بیاری یک 4 تا لاودی بیاقلا سواد ندارن گپ زدن نمیتونن اینا میاله وارد لایف میاری کس شیر ناق میای میگه او بده تو کی بازی میتیه 3 و نیم سال تو همراه ما بودی، تو همراه فامیل ما یک جای بودی، کل بسته عمرت در خانه ما تیر کردی بی غیرت انسان. اولش خود توید نمیشرمی باش آدم بیشرم، آدم واقعا تاسف است. میفهمی من میشرم میگم زیر زمین درایم که کتور انسان ما بودیم، یعنی ما چطور طاقت داشتیم کتور انسان بودیم. آمدی به کل عالم به کل آدم در لایف آمده نفر گپ میزنه میگه این دختر تجربه دار است. پدر نالد روزی که من امریکا آمدم من نام خدا به کلگی معلوم بودم که من چی رقم دختر بودم، فهمیدی؟ ویدیوهای من است من تو مثلا من ویدیو گرفتن یاد نداشتم. اگر سعی یک آدم یک زرگک پیش خود عزت و آبرو داشته باشه، عزت و آبروی خور مادرش به شما این باشه، اون ویدیو رو ببینم. ویدیوهای روز اول مرک من در تیک تاک پست میکردم من ببینم مثلا این لپسینگ یاد نداشتم چی برسه که به او کس شیرا. من مزامل جان کوشش نکو که کدازی کارایت وقتی که خواستی یعنی هم خواستی که بدنامی را سر ما پرتی گپ نیست. من 2 تا ویدیو پست کردم یک 4 تا مردمی که از خود خور و عزت آبرو داشتن و دیدن درک کردن و ویدیو را دست به دست کردن. وقتی که اول این رقم بیاب شدی آمدی کلگی را میگی که تجربه دار بود من چون فلان بود بستلان بود. کار نکو که من مسوجا را بکشم که باز من ثبوت کرده بکشم من تو دانه ثبوت گپ بزنم. من تو رو بغیرت نیستم که من کس و شیر ناخت بیاین در لایف یک 4 تا مردگه و که خود جمع کنم بشت یک دختر گپ بزنم. من آدم نشستم که من ثبوت گفته گپ میزنم، من گپ ناخت نمیزنم. اولش دوم من روز اول که امریکا آمدم اینی ویب کس مادر چیز من اینی رو نداشتم، فهمیدی؟ تو بودی که به من ویب دادی، سیگرت دادی، تابلت دادی، ای دادی او دادی. من کدی کی میگشتم مو بدر من کی رو مشناختم در امریکا روز اول که آمده بودم. من آدم بودم که نه خیش داشتم نه قوم داشتم. از خاطر تو پدرنامه چی کارایی که من نکردم اول تو آمدی به مردم میگی که من تجربه دار بودم. واقعا جای تاسف است مزمل، جای تاسف است. خاندان غیرت تا اصلا نمیخوایم دانم امرای کسیب کنم. من تو را بسیار وقت پیش از زندگیم کشیدم. خب از کسایی که مثلا میخوان که واقعا از زندگی من خبر شون، از احوال زندگی، از اینکه تو چقدر انسان پست هستی به من دیگه هیچ مهم نیست. باز من یک روز خودم لایف میایم آدم وره غیرت داشتی اینجا خانه تا زنگت میزنم گرچه من نمبر تا بلاک دارم بخاطر که انسان سگ هستی. میفهمید نمیخوایم مثلا امروز دیگه هم کلام شم تو یک انسان هستی که غیرت نداری، مثل میفهمی مثل زنور در پشت مردا پد میشی، مثل که سوالا در پشت ما پد شده بودی. اینم تو یا مثلا جای تاسف است برات. اگه یک ذره غیرت داشته باشی خودت میری عزت و آبروی خودت خودت حفظ میکنی، نه که یک 4 تا لاودی دیگه را بیاری. کی را میترسونی؟ فکر کردی من در قصه مردم هستم؟ مردم است که فکر کو امروز میاین در پشت تو کس شیر میگن تو ترسی صبر است تو در یک مقام و منزلت برسی اونمو مردم
میکنیم چی رقم جمعش میکنیم کو امیال در بغل دیگه کس است و بعد این خونه میتونه که او دختری رو میگه که حالا دیگه من در پشم تو حساب نمیکنم. خب باز دینا شب یک دونه استوری مانده امید دختر بیا یک استوری مانده که تو آل مرا مشناسی تو یک یعنی ما از اول هم یک بیادبی بیخی ما یک دختر فاحشه بودم مگم تو آل مرا مشناسی. یعنی واقعا جای تاسف است وقتی که میگن وقتی تیک تاک سر نمیکنم اولش خب من تیک تاک های موانی نیست باز میبینم به من میرسه خب لا الله حبره که پشت من میگی مزمل جان واقعا تاسف میکنم فهمیدی که تو 3 سال ممرای تور انسان 3 سال تور انسان هم در خانه ما آوردیم نان او دادیمش سگ و از دست 4 تا کنی بی غیرت انسان ها من نجاتش دادیم تو آمدی حال که او رقم انسان ها لایف میری و چی گپایی که پشت من هم میزنی جای تاسف است. اولش خب اگه مرد هستی غیرت داری تو یک روز خانه از خانه ما 15 دقیقه دور است فهمیدی بی غیرت انسان داریم پای 15 دقیقه دور است. اگه میخوایی که گپ به مردم واضح بسازی باز مرا خود من انت مرد باره بیار بگو دنم لایف ما میایم باز من گپ میزنم باز من مرد و نامردش معلوم کنم کی فیلم کشید سعیس تو خب مثل همیشه یک چهره معصوم داری متاسفانه از خود بانه ها زیاد داری خب بسیار به گپ زدن که بگویی ویدیو را سر من انداختی من قبول کردم گفتم گپ نیست پس آمدم امروز در تیک تاک ویدیو انداختم کسایی که دست مرا میشناسه کلشون میفهمن که من پس آمدم با وجودی که تو ویدیو را تو بی غیرت انسان تو ویدیو را کشیدی او را سر من انداختی من گفتم برو سعیس من خودم کشیدیم اوکی اما دیگه روزش امروز شاسنا لایف میایی 100 گپ دیگه کسشیر دیگه تو میایی به من میزنی حالا به مردم میگی که در بغل دیگه نفر است یعنی جوان اگه کدام آدم کاکه هستی تو مرد نیستی فهمیدی ما تا امروز عزت و آبروی تو رو حفظ کردیم اگه من امیال عکسای ما رو که تو به مردم روی کردی باش ایواز که تو در دانه یک 4 نفر میزدی دانه یک تو رو چوب میکردی تو امروز از با یک جای لالهب میگفتی اوکی تو اگه مردش هستی تو یک روز بیا لایف من اگه خودم لایف اومدم باز من امروز تو گپ میزنم تو بی غیرت انسان تو غیرت نداری که تو امروز من روبرو شوی یا امروز من آدم ور گپ بزنی فهمیدی تو از بس تابلت میخوری تو از بس نیشه میکنی آمدی به مردم یعنی مطلب چیز عزیز دل من فامیلم تو زدی هم فامیل خود بدنام کردی هم فامیل مرا بدنام کردی میل شرمسار هستی وقتی که دیدی که یک 4 تا ویدیو پست کردم او را من کدام ویدیوی بی فیلتر کدام ویدیوی کنه تا پست نکرده بودم مثل خودت اگر این میل گالری ما پر است فهمیدی که ثبوت پست کنم تو آمدی مردم میگی که دیگه نفر در رابطه بوده کسکش خودت که 100 تا دیگه در رابطه بودی فکر نکن که من ثبوت ندارم باز اگر دانو مرا واس کنی از این کلمات رو بیام میکنم تو امروز من عزت و آبروی حفظ کردیم فهمیدی عزیز دل کوشش نکن دیگه که بیاری یک 4 تا لاودی بیاقلا سواد ندارن گپ زدن نمیتونن اینا میاله وارد لایف میاری کس شیر ناق میای میگه او بده تو کی بازی میتیه 3.5 سال تو همراه ما بودی تو همراه فامیل ما یک جای بودی کل بسته عمرت در خانه ما تیر کردی بی غیرت انسان اولش خود تویت نمیشرمی